درس صفحه 13 تمرین. هدف ما از این تمرین خواندن، نوشتن، شناختن آواز حرف ها و ساختن کلمه ها با استفاده از حرف ها می باشه. کلمه های زیر را در کتابچه های خود بنویسید و زیر آواز هر حرفی که شنیده اید خط بکشید. آب. به کلمه آب ما صدای الف مد می بینیم. آلو، انار، داد، ما. دومش با استفاده از حرف الف مد کلمه بسازید. اینجا نیمه از کلمه آمده و ما با حرف الف مد رو تکمیل می سازیم. الف مد را میشه آرام. الف مد با باد میشه آباد. و سومش نام تصویر پایین را در کتابچه های خود بنویسید. به این تصویر هر چیزی که میبینین در کتابچه هایتان نوشته میکنید. درس صفحه 14 B. هدف ما از این درس شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف B می باشه. ما در قسمت بالایی 3 تصویر میبینیم. باز که به حرف B شروع میشه، بره که به حرف B شروع میشه، برگ که به حرف B شروع میشه و همچنان بابا که به حرف B شروع میشه را میخوانم. صفحه 15 بابا. هدف ما از این درس شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف B می باشه. بابا باغ دارد. بابا باغ دارد. باغ بلبل دارد. باغ بلبل دارد. کلمه هایی که در حرف B آمده مثل بابا، باغ، بلبل می باشه. درس صفحه 17 P. هدف ما از این درس شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف P می باشه. ما اینجا 3 تصویر داریم که به حرف P آغاز میشه مثل پکه، بشک، پیاله. بریم سراغ درسش. پنیر خوشمزه است. پنیر خوشمزه است. پدر از پیرمرد پنیر خرید. پدر از پیرمرد پنیر خرید. صفحه 18 پدر. پدر که به حرف P شروع میشه میریم سراغ درسش. پدر توپ آورد. پدر توپ آورد. پوپل با توپ بازی میکند. پوپل با توپ بازی میکند. پوپل توپ بازی را خوش دارد. پوپل توپ بازی را خوش دارد.